تا حالا شده وسط یه رابطه یه دفعه یه حس عجیب بیاد سراغت؟ فقط یه حس که خیلی خفه کننده است، خیلی سنگینه، که انگار تو داری بیشتر از 2 نفر عاشقی میکنی و بدترین بخشش اینه که طرف مقابل شاید باهات بد رفتار نکنه، شاید حتی مهربون باشه، اما ته دلت میفهمی یه چیزی سر جاش نیست. تو داری میدوی اما اون فقط راه میره، تو داری میسوزی اما اون فقط گرم میشه، تو داری وابسته میشی اما اون فقط حضور داره. و اینجاست که باید به یه سوال ترسناک برسیم و اونو از خودمون بپرسیم: نکنه من توی این رابطه نیستم؟ نکنه فقط دارم احساساتم رو میکوبم به دیوار؟ امشب قرار نیست درباره عشق حرف بزنیم، قراره درباره اون لحظه‌ای حرف بزنیم که میفهمی شاید تو خیلی بیشتر از طرف مقابل عاشقی. باور کن نشونه‌هاش اونقدری واضح نیستن که اولش فکر میکنی. گاهی خیلی شیک، خیلی آروم، خیلی بی صدا میان سراغت، جوری که تا بفهمی چی شده قلبت قبلا گیر افتاده. من اینجا نقاب‌ها رو برمی‌دارم. اگه میخوای بدونی پشت پرده رفتارهای بقیه چی میگذره، همین الان سابسکرایب کن، چون حقیقت‌هایی رو قراره بشنوی که ممکنه زندگیت رو عوض کنه. بعضی رابطه‌ها با عشق شروع نمیشن، با امید شروع میشن، با این جمله معروف که شاید وقتی بیشتر دوستم داشته باشه همه چی درست بشه. خیلی جمله تکراریه، نه؟ ولی نه، همه چی درست نمیشه، فقط تو بیشتر خسته میشی، چون بعضی وقتا مسئله این نیست که اون آدم تو رو دوست نداره، مسئله اینه که میزان دوست داشتن شما 2 نفر هم وزن نیست و این یعنی عدم تعادل. از بیرون شاید ساده به نظر بیاد، اما از داخل آدم رو کم کم میخوره و خورد میکنه، مثل یه نشتی ریز توی یه سقف. اول فقط یه لکه است، بعد یه روز میفهمی نصف خونه پوسیده شده. روانشناسای رابطه بارها گفتن که خیلی از آدمها به خود رابطه معتاد نمیشن، به امید رابطه معتاد میشن، به اینکه شاید یه روز اون نفر بالاخره همون قدر که من میخوام منو بخواد. و این ویدیو دقیقاً برای همون لحظه است، لحظه‌ای که میخوای بدونی از کجا بفهمم من بیشتر عاشقم. نشونه اول: تو همیشه شروع کننده ای. اولین نشونه خیلی ساده است ولی خیلی خطرناک. همیشه تو شروع میکنی، تو پیام میدی، تو تماس میگیری، تو قرار میذاری، تو موضوع رو میسازی، تو رابطه رو از مرگ نجات میدی. و نکته عجیب اینه که طرف مقابل لزوما سرد نیست، ممکنه جواب بده، ممکنه بخنده، حتی ممکنه همراهی کنه و ممکنه بگه چرا فکر میکنی من بی احساسم؟ اما سوال اصلی اینه: اگه تو از رابطه فاصله بگیری اونم حرکت میکنه؟ اینجا خیلیا اشتباه میکنن، میگن چون من بیشتر پیگیرم به خاطر اینه که بیشتر دوستش دارم. نه همیشه. گاهی تو بیشتر پیگیری چون میترسی رابطه ناپدید بشه. این فرق خیلی مهمیه. عشق سالم از سر علاقه حرکت میکنه، وابستگی از سر ترس. یه جمله معروف از نگاه درمانگرای رابطه اینه که وقتی رابطه سالمه 2 نفر نوبتی نزدیک میشن، ولی وقتی عدم تعادل هست یکی میدوه و یکی فقط اجازه میده نزدیکش بمونی. این یعنی اگه همیشه تو موتور رابطه ای، اگه همیشه تو روشنش میکنی، اگه یه روز تو نباشی و همه چیز یخ بزنه، اون وقت باید به خودت شک کنی، نه به غرورت، به واقعیت. نشونه دوم: تو بیشتر از سکوتش معنی در میاری.
آدمی که بیشتر عاشقه معمولاً بیشتر هم تحلیل میکنه. چرا دیر جواب داد؟ چرا لحنش عوض شد؟ چرا اون استیکر رو فرستاد؟ چرا این بار دوست دارم رو نگفت؟ چرا آنلاین بود ولی جواب نداد؟ و اینجا کم کم تو از رابطه خارج میشی و وارد یه اتاق بازجویی میشی. بازجویی ذهن خودت. روانشناسا به این حالت خیلی وقتا میگن یعنی بیش هوشیاری. تو دیگه آروم نیستی. همیشه داری نشونه جمع میکنی. عشق سالم آدم رو شفافتر میکنه. عشق ناسالم آدم رو کاراگاه میکنه. اگر تو هر شب قبل خواب بیشتر از این که به خود طرف فکر کنی داری رفتارهاش رو رمزگشایی میکنی، یعنی رابطه از جای سالمش خارج شده. وقتی آدم واقعا درگیر و همسطح باشه، تو لازم نیست برای فهمیدن احساسش در حد تحلیلگر جنایی کار کنی. احساس واقعی کم حرفتر از این همه حدس نیست، شفافتره. نشونه سوم، تو بیشتر از جوابها به امید وصل شدی. این یکی خیلی دردناکتره. یعنی رابطه ها نه با عشق بلکه با امیدهای کوچیک زنده میمونن. یه پیام خوب، یه بغل ناگهانی، یه دلم برات تنگ شده، یه شب که خیلی خوب بود، یه جمله نصف شبی که گفت تو برام خاصی. و تو همون یه تیکه کوچیک رو میچسبی و باهاش هفته ها زندگی میکنی. یعنی چی؟ یعنی تو دیگه به رفتار واقعی طرف وصل نیستی. به نسخه از آینده وصل شدی که هنوز وجود نداره. این دقیقاً جاییه که آدم خودش رو گول میزنه. میگه خب معلومه الان درگیرشه، ولی وقتی اوضاع آروم بشه. ولی واقعیت اینه، آدمی که واقعاً میخواد حتی توی شلوغ ترین روزها هم یه راهی برای بودنت پیدا میکنه. نه اینکه هر بار ناپدید بشه و بعد با یه ذره محبت تو رو دوباره شارژ کنه. این الگو رابطه رو تبدیل میکنه به یه دستگاه فروش امید. تو سکه میندازی، اون شاید یه چیزی بده. بعدش دوباره باید سکه بندازی و این عشق نیست، این اعتیاد عاطفیه. نشونه چهارم، تو بیشتر از طرف مقابل درباره رابطه حرف میزنی. آدمی که بیشتر عاشقه معمولاً بیشتر هم درباره رابطه حرف میزنه. ما کجاییم؟ این رابطه چیه برات؟ آیندمون چیه؟ منو جدی میگیری؟ ما داریم به کجا میریم؟ و طرف مقابل چی میگه؟ اغلب یکی از اینا رو میگه. چرا اینقدر عجله داری؟ همه چی خوبه. لازم نیست هی اسم بذاریم. بذار جریان خودش پیش بره. تو زیادی فکر میکنی. ببین، حرف زدن درباره رابطه لزوماً بد نیست. ولی وقتی یه نفر دنبال وضوحه و یه نفر از وضوح فرار میکنه، یعنی یکی داره آینده میخواد، اون یکی فقط حال خوب موقت. روانشناسی رابطه اینجا یه چیز مهم دیگه هم میگه. کسی که به تو اطمینان میده لازم نیست هر روز با حرفهای بزرگ ثابت کنه. رفتارش خودش جواب میده. اگه همیشه تویی که داری رابطه رو تعریف میکنی، دنبال اسم، چارچوب، معنا و جایگاه میگردی و اون فقط لبخند میزنه و موضوع رو عوض میکنه، احتمالاً تو بیشتر داری میسازی تا اینکه هر دو با هم رابطه رو تجربه کنید. نشونه پنجم، تو بیشتر از حد تحملت کوتاه میای. عاشق‌تر بودن همیشه با صدای بلند نمیاد. گاهی با تحمل بیش از حد میاد. تو میگی اشکال نداره، خسته بود. اشکال نداره، سرش شلوغ بود. اشکال نداره این بار جواب نداد. اشکال نداره قولش یادش رفت. اشکال نداره من زیادی حساسم. و هر بار که میگی اشکال نداره، یه تیکه از عزت نفس رو داری میذاری وسط میز و خودت برمیداری. عشق سالم آدم رو کوچیک نمیکنه. ولی کسی که بیشتر عاشقه اغلب خودش رو از رابطه پایین میکشه تا رابطه نریزه.
جان گاتمن سالهای زیادی رو درباره دوام و فروپاشی رابطه تحقیق کرد و نشون داد کیفیت تعاملات روزمره از حرفهای بزرگ مهمتره. یعنی چی؟ یعنی 1000 تا دوست دارم جای یه رفتار بی‌ثبات رو نمیگیره. پس اگه مدام داری برای رفتارهایی که اذیت میکنه توجیه میسازی، شاید داری رابطه رو حفظ نمیکنی. داری فقط دردش رو قابل تحمل میکنی. نشونه 6: تو بیشتر از طرف مقابل نگران از دست دادنی. این یکی خیلی پنهانه. آدمی که بیشتر عاشقه اغلب بیشتر از عشق از دست دادن میترسه. وقتی یه نفر بیشتر از رابطه میترسه تا اینکه ازش لذت ببره، یعنی عشقش با اضطراب قاطی شده. تو ممکنه با خودت بگی من فقط این آدم رو خیلی دوست دارم، ولی از خودت بپرس اگه مطمئن بودی اون میمونه بازم اینقدر بیقرار بودی؟ اگه جواب نه باشه یعنی بخش بزرگی از احساس تو نه عشق بلکه ترس از حذف شدنه و این ترس آدم رو وارد یه بازی خطرناک میکنه. بازی راضی نگه داشتن طرف مقابل. تو کم کم خودت نمیشی، فقط نسخه‌ای میشی که فکر میکنی کمتر احتمال داره طرد بشه و این دقیقاً جاییه که عشق از اتصال تبدیل میشه به نمایش بقا. نشونه 7: تو از خودت بیشتر از اون دفاع میکنی. یه نشونه خیلی تلخ اینه که وقتی دیگران از طرف مقابلت ایراد میگیرن تو سریعتر از خود اون آدم میپری وسط و دفاع میکنی. چرا؟ چون تو مدت هاست داخل ذهنت یه تصویر مقدس ازش ساختی و حالا هر نقدی به اون مثل نقد به تمام سرمایه گذاریای عاطفی توه. اینجا خیلیا به خودشون میگن نه بقیه نمیفهمن، اون اینطوری نیست. ولی یه حقیقت تلخه. وقتی تو بیشتر عاشقی عقلت برای حفظ احساس شروع میکنه به سانسور حقیقت. این دقیقاً همون جاییه که آدم کم کم از واقعیت جدا میشه. روانشناسای رابطه میگن عشق سالم آدم رو از واقعیت کور نمیکنه. ممکنه مهربونت کنه اما نابینات نمیکنه. اگه تو هر ایراد کوچیک رو با یه داستان بزرگ میپوشونی، شاید داری از رابطه دفاع نمیکنی، داری از زخم خودت دفاع میکنی. نشونه 8: حضورش روز تو رو میسازه، غیبتش تو رو میشکنه. به این خیلی دقت کن. توی رابطه‌ای که تعادل نداره، کل حال روز تو به یه نفر وابسته میشه. اگر پیام بده خوب میشی، اگر نده خراب میشی. اگر مهربون باشه پرواز میکنی، اگر سرد باشه میافتی. این یعنی اون آدم تبدیل شده به تنظیم کننده احساسات تو و این خیلی خطرناکه، چون وقتی شادی تو اختیارش دست کسی دیگه ای باشه تو دیگه توی رابطه نیستی، تو در گروی رفتار دیگری هستی. یکی از نشونه‌های بلوغ عاطفی اینه که حضور کسی حالتو بهتر کنه اما نبودنش کامل تو رو نابود نکنه. اگر نبودش غذا مزه نداشته باشه، خواب به هم بریزه، تمرکز از بین بره، انگار خودت از خودت جدا شدی. باید خیلی جدی بهش نگاه کنی. نشونه 9: تو آینده میسازی، اون فقط حال رو نگه میداره. تو توی ذهنت برای هر چیزی آینده داری. سفر، آشنا شدن با خانواده، خونه، اسم رابطه، جا افتادن، موندن، ساختن. ولی اون فقط همین امروز رو نگه میداره. نه لزوماً با بدجنسی، گاهی فقط چون آمادگی نداره، گاهی چون نمیخواد عمیق‌تر بشه، گاهی چون از تعهد میترسه، گاهی هم چون واقعاً تو رو به اندازه تو نمیخواد. و اینجاست که تفاوت مهمی بین دو نفر شکل میگیره. یکی رابطه رو پروژه زندگی میبینه، یکی رابطه رو تجربه موقت. این تفاوت‌ها رو خیلی دیر میفهمن
چون طرف مقابل ظاهراً حضور داره، میخنده، میاد، میره، اما هیچ وقت وارد ساختن نمیشه. پس اگه تو دائم داری یه رابطه رو توی آینده میبری ولی اون فقط در حال نگه داشتنشه، احتمالاً میزان عشق شما دو نفر یکی نیست. نشونه 10. تو خودت رو با اون تنظیم میکنی. این نشونه خیلی ظریفه. لباست رو عوض میکنی، لحن حرف زدنت رو عوض میکنی، رفتارت رو تنظیم میکنی، حتی واکنش‌های طبیعیت رو میبلعی. چرا؟ چون میخوای کمتر نباشی، بیشتر هم نباشی، فقط همون قدر باشی که اون دوست داره. ولی اینجا سوال مهمیه. تو برای دوست داشتنی بودن چند درصد از خودت رو حذف کردی؟ وقتی تو بیشتر عاشقی، خیلی وقتا به جای اینکه دیده بشی، شروع میکنی به خودت شکل دادن و این خطرناکه. نشونه 11. تو درد رو با عشق اشتباه گرفتی. این از همه عمیق‌تره. بعضی وقتا آدم فکر میکنه چون خیلی درد میکشه پس حتما خیلی عاشقه. ولی نه، همه دردها عشق نیستن. بعضی دردها فقط نشونه نرسیدن هستن. تو ممکنه دلتنگی رو عشق بدونی، اضطراب رو عشق بدونی، انتظار رو عشق بدونی، حس کم ارزشی رو عشق بدونی، اما اینها همیشه عشق نیستن. گاهی فقط زخمن که لباس احساس پوشیدن. خیلی از آدم‌ها نه به خاطر عشق بلکه به خاطر الگوی قدیمی ترس از رها شدن وارد رابطه هایی میشن که اصلاً تعادل ندارن. یعنی مشکل فقط این آدم نیست. بخشی از داستان از قبل این رابطه شروع شده و شاید تلخ‌ترین جمله این ویدیو همین باشه. گاهی تو عاشق خود طرف نیستی. عاشق اینی که بالاخره یکی انتخابت کنه. نشونه 12. تو هنوز امیدواری حتی وقتی همه چیز گفته شده. آخرین نشونه خطرناکتر از همه است. وقتی همه نشونه ها جلوی چشمته ولی تو هنوز میگی نه این فقط یه دوره است، نه اون تهش میفهمه، نه من حس میکنم هنوز یه چیزی هست، نه فقط باید صبور باشم و گاهی واقعا باید صبور بود. اما صبر با چشم بستن فرق داره. اگه فقط تو امید داری، اگه فقط تو میسازی، اگه فقط تو میبخشی، اگه فقط تو میفهمی و اگه فقط تو ترمیم میکنی، این رابطه داره به یک طرفه ترین شکل ممکن پیش میره. و اینجا باید شجاع باشی، نه برای موندن، برای دیدن حقیقت. گاهی از ترک کردن سخت تره. کدوم یکی از این نشونه ها مثل خنجر به قلبت نشست؟ توی کامنت ها برام بنویس. میخوام بدونم چند نفر دیگه هم دارن این تنهایی 2 نفره رو تجربه میکنن. بعضی رابطه ها خراب نیستن، فقط نامتقارنن. یعنی یه نفر احساس میکنه توی مرکز یه طوفانه و اون یکی انگار فقط از دور تماشا میکنه و آخرش هم بیشتر میشکنه. و اینجا مهمترین سوال این نیست که اون چقدر دوستم داره. سوال اصلی اینه آیا من دارم خودم رو توی این رابطه گم میکنم؟ یعنی عشق واقعی نباید تو رو به گدایی توجه برسونه، نباید تو رو به بازجویی از سکوت‌ها بکشونه، نباید تو رو به کوچکتر از چیزی که هستی تبدیل کنه. اگه تو بیشتر عاشقی، اولین قدم این نیست که بیشتر بجنگی. اولین قدم اینه که بایستی و نگاه کنی و برای یک بار هم که شده احساس رو با واقعیت اشتباه نگیری. گاهی چیزی که تو اسمش رو عشق گذاشتی فقط یه امید طولانی مدت بوده. تو تا وقتی به این امید دروغی چسبیدی نمیتونی تغییر کنی. این ویدیو رو بفرست برای همونی که باید این حقیقت رو بدونه. شاید تلنگری باشه برای بیدار شدنش، یا شاید برای خود تو، برای شروع یک آزادی دوباره.